امروز روز سنتی و روز جنازه است سارب. به خاطر زن بیچارم بسیار جگرخون میشم، اما او یک شوهری خوب داره که برش تسلی بده. به خاطر که او خوش باشه من هر کاری میکنم. حالا دیگه سارب، به خاطر جنازه علی یک جای قبر بگیریم. وای علی جان چقدر مقبول شدی. های خو کلاه جادویی است. بله، ببینیم که از داخلش چی میبرایه. این نیست. این هم نیست. بله این هم نیست. بله. تیاره. بله تیاره. دیگه علی جان. خدای شکر که برام آمد. پس شبید. تبریک باشه. و شما هم تبریک باشه. تبریک باشه. خداوند دامادیشان براتان نشان بده انشالله. خداوند دامادیشان براتان نشان بده ملالی. آمین. زنده باشین کاکالی هان. خداوند مهربان است که اول دامادی بیادرتان رو ببینین استاد علی. بسیار تبریک باشه. تبریک باشه. زنده باشین. تشکر خانم خیریه. ماشاءالله به تو. ماشاءالله تو چقدر مقبول شدی. علی جان امروز بسیار زیاد مقبول شدی. یک دونیم. حبیبی برای چی آوردیم؟ او کشویی که قبلا برای داده بودم نی از اوام کده کلانتر است. انشالله که خوشت خواهد آمد. بچین از خاله سیفدوی تشکر کنی؟ بسیار تشکر. تبریک باشه علی بیادر. تشکر. زنده باشی زینب جان. تبریک باشه علی بیادر. زنده باشی زینبشان 3 روز به رخصتی رفته بودن. تو هم ناق با تشویش ساختیم به خدا. مشکل نیست. از اینکه با هم هستین خوش شدم. خدا تو را کم نکنه. امیاله بهترین جایی و بهترین وقتش است. علی امی که از بین مردم دور شد کارش خلاص کن.
پیلوت بیادر ماشاءالله از مام کده خوبش رقص میکنی ها. بچه امروز اگر رقص نکنیم پس چی وقت رقص کنیم؟ او ملت بخزن یگان دست و پای شور بتین. حالا دیگه امروز بهترین روز ماست. حالا خدا داد بچه‌م شور بته. خدا امروز گفته دلت بکش. تو هم چقدر پر انرژی هستی. باز مرا در روز عروسیم ببین چشم آبی من. بیبی به تو یک گپا میگم بیادرم ما ودت هر سه ما تو یک اتن کنیم که کلگی بگویا اوف. راستی از ودت هنوزم کدام خبر نیست؟ نه در هر قفسی که باشه پیدایش میکنم. بر صورت رقص کنه. میبینیشان علی؟ هم با پیلوت کاکا بودن زیاد نمود میتنی؟ این خوشی همیشه ادامه داشته باشه انشالله. انشالله جانم انشالله. علی اگه عروسی خودت اینجا بگیریم خوب نیست؟ سیفدای عروسی ما را ده هر جایی که تو بخوایی دمونجا برگزار میکنیم. ودت بیادرم خوش آمدی. بچه‌م از محفل خبر شدی از او خاطر آمده نشت. دایی چند روز کجا بودی بچه‌م؟ بیبی قسم میخورم از یکی گم بودی کم بود دیوانه شوم بیادر. بازم خوش آمدی بچه‌م. میفهمی؟ یک خبر خوش برات دارم. ودت خوب بشنو. ای استاد علی کس نه؟ استاد علی هورغلو بیادر اصلی ما بوده بچه. بیادرم است. او کسی را که سالا می پالیدم بیادر اصلی ما پیدا کردم. چی؟ علی هورغلو حالا دیگه علی زو شده یک گوشه برو. حالا تو چی میگی پیلوت؟ بچه‌م باور نکردی همون تو نیست؟ میگم که از او بیادره که سالا دور بودم پیدایش کردم. علی هورغلو بیادر اصلیم از بچهش. بعد از این ما سه بیادر راستیم. ما یک بیادر دگام داریم بچه‌م. بعد از این یک خانواده شدیم. بزنش سارپ بزنش.
خدا لعنتت کنه. کی فایر کرد؟ خدا داد. خدا داد. علی جان بچه بی طرف بیا. خدا داد. خدا داد. امبولانس بخواید. تو خوب هستی؟ خدا داد. خدا داد. کی فایر کرد؟ کدام احمق فایر کرد؟ امبولانس بخواید. بچه اگر جرأت داری بیا سر من فایر کن. خدا داد. حالا صاحب بزنش. گپ ناخ نزن اویگار. گیر میاییم باید از اینجا بریم. صاحب میگم که بزنش دیگه احمق. چی شده؟ نامردا کی قصد داره بیادر من بکشه؟ خدا داد. نه. امبولانس بخواید. امبولانس بخواید. یک نفر امبولانس بخواید. خدا داد. نجات پیدا میکنی خدا داد. یک امبولانس بخواید. تحمل کو خدا داد. تو را چیز نمیشه. لطفاً یک امبولانس بخواید. نباید بموری خدا داد. هوش کنی نباید بموری. خدا داد تو را چیز نمیشه. لطفاً یک امبولانس بخواید. خدا داد تو را چیز نمیشه. خدا داد. علی جانی طرف بیا. خدا داد. امبولانس بخواید. تنها یک مرمی خورده کدام جای دیگیش آسیب ندیده در امانه خون ریزی شده تو نتانستی. خوب میشی بیادرم. تحمل کو خوب میشی. بسیار خونزایی کنه. همیانه باید به عملیات خانه بباریمش. عجله کنین. کی فایر کرد؟ اگه جرأت داری بیا پیشونم جا. کی میخواه بیادر منو بکشه؟ تو نباید خدا داد تو را چیزی نمیشه. نباید بموری. نه. آقای محترم شما داخل شده نمیتونین همینجا منتظر باشین. به خاطر عملیات آمادگی بگیرین. مریض ما بسیار خونزایی کرده. عجله کنین. قیچی رو بته. کپون برا بته. چی میشه؟ خدا داده چیزی نشده خواهر. نجات پیدا میکنه. خوب میشه انشالله. چیز نمیشیش. نمیخوایم که خدا داده چیزی شده خواهر. نمیخوایم. طاقت بیار خدا داد. طاقت بیار بیادر شیر من. اوره هیچ چیز نمیشه. خدا داد نجات پیدا میکنه. اوره هیچ چیز نمیشه. نبضش نمیزنه. مریض دست میدیم دکتر صاحب. ماشین شوک آماده کن. آماده است. ده 120 ببارینش. آماده است. فشار باتین. ده 200 ببارین. آماده است. مولا صاحب از اینکه شما دوتا بیادر یک جای میبینم زیاد خوش میشم. گریانم میگیره بخیر. زنده باشی خدا داد. زنده باشی.
مریض حرکت نداره. دوباره عجله کنین. از دیش اوتالی که چی شدیم چی نشدیم نمیفهمم. سیف داخر دوباره خانه خود آمد. سیف داخر چیز نمیشه. تشویش نکنی. زنده باشی خدا دار. حالا دوباره. تحمل کن. کی فایر کرد؟ خدا داد. یک مرمی خورده کدام جای دیگه شسیب ندیده در امانی خون ریزی شدن. کی فایر کرد؟ اگه جرأت داری سر من فایر کن. بچه تو خوب خواد شدی خدا داد. تو خوب میشی. دکتر 20 ببرین. آماده است؟ فشار بتین. مریض حرکت نداره. در 200 ببرین. بیادر سلیمان اگه خدا داده چیز شوه ما بیادرم خدا داد از خاطر من مرمی خورد سلیمان. تا هدف او مرمی لعنتی ما بودم. اگه او دم رویم نمیمد آلم ما. کی بیادر؟ کی میخواست بیادر ما با مرمی بزنه؟ کی میخواست که بیادر ما را بکشه؟ کدام نامردی کار کرد؟ روز خوش ما را غرق خون ساخت. کی بود او نامرد؟ کی بود او پس؟ خدا لعنتش کنه. بازم از بین نرفت. نمیفهمم جادوگر است. پشک 7 جان است. بازم نمرد زنده ماند. حالا چی خواست شد اویگار؟ اگه بفهم زنده هستی چی؟ اگه پشت ما بیایه باز او وقت چی خواد کردیم؟ او نمیایه. از پشت ما آمده نمیتونه. پیش از اینکه منتظر حملهش باشیم ما خودم حمله میکنم. نمیفهمم اما خود فهمیدم بیادر. حتما خود فهمیدم. یک بار خدا داد نجات پیدا کنه برات وعده میکنم او آدمه پیدا میکنم و انتقامشه ازش میگیرم. میگیریم. بعد از این ما وجود نداره. ما هستیم. هیچ کس حق ایره نداره که قصد جان بیادر مرا بکنه. مرمی که در جان تو بخوره به ایمان است که در من خورده. حتی ما حاضر هستم جانم به خاطرت بتم. نه سلیمان تو چی میگی بچیم؟ این قسم گپاره نگو. اگر تو را چیز شوه فکر کردی من میتونم زندگی کنم ها؟ هیچ کس حقی را نداره که قصد جان بیادر مرا بکنه. مرمی که در جان تو بخوره به این معناست که در جان من میخوره. حتی ما حاضر هستم به خاطر جان خدا بتون بیادر. ما حاضر هستم به خاطر تو کل چیز ما تباه کنم. مهر کلشان در دست ما سارب. هم مهرشان هم نقطه ضعفشان در دست ماست. کلشان مثل یک گودی به بازی میگیرم. اما اول خانمه زیاد وقت است که برش بی‌پروا شدیم. اینجا
چه گپ است؟ به خاطر بیغم شدن از شهر شوهرت بسیار کم مانده. این دیگه چی است؟ یکی قصد داشت که علی را بکشه. او هم در محفل سنتی بچهش. او هم در وقتی که دخترم اونجا بود. با نظر شما آقای کاره کی کده باشه؟ نمیفهمم جان، از کجا بفهمم؟ هر کسی کار کده باشه پیش از اینکه سر علی حمله کنه زود پیداش کن. او ودتان پیدا کنین. گریان نمیکنیم. پیش از گرفتن انتقام پدرم نباید بمورین بچه. اگه انتقام پدرم بگیرم اون وقت تو دشمنم خواهد شدی چطور پیلوت. تو احمق تا بال نمردی؟ خداوند خیرت بتویدد. قسمی که امیالی میبینی من کاملا جور تیار هستم. هنوزم به مردنم زیاد وقت است. شماره مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعداً به تماس شوید. این دیگه کی است؟ این کی است؟ 100% یکی از نفرهای اویگار است. سارب بازیش نخوا سفتا. بازیش نخوا. مشکل تو مشکل مست بیادر. یعنی چی که مداخله نکن؟ مام خدا داده زیاد دوست دارم. بیبی کسی که سرت فایر کرده او را پیدا میکنم. در هر جایی که گیر کنم اونم اونجا قبرش میکنم. برات گفتم نه سلیمان. تو در این کار دخالت نمی کنی فهمیدی؟ مام گفتم این مسئله از ما و تو نداره بیادر. گوش کن بیادر میگی. در او صورت گپ بیادر کلانت گوش میکنی. در این کار دخالت نمی کنی سلیمان. اما بیادر سلیمان تو دیگه هیچ وقت در دستت سلاره نمیگیری. با دختری که دوستش داری با دویگو وعده دادی که دیگه اصل هر دست نمیگیری. بعد از این او قسم را که خوردی به خاطر محبتت باید استاد باشی. به خاطر زندگیت سلیمان. به خاطر زنده بودن بیادر. گپ فهمیدی؟ بیادر ببین سلیمان تو میخوایی به خاطر بیادر توبیت بشکنانی و به خاطرش روی محبتت پای مانده تیر میشی. من یه اجازه را نمیتم فهمیدی؟ سیفدا از عملیات خانه کسی برآمد؟ کدام چیز بد برات گفتن؟ زود شو برام بگو. نه هیچ چیز نشده. خدا داد خوب خواهد شد. همه تو نیست. خدا داد خوب خواهد شد. گوش کنی نترسی. خدا داد خوب میشه.
هنوزم باورم نمیشه. در محفل سنتی یک طفل کی قسم یک کار کده میتونه؟ تو به چیزا فکر نکن چشما بیمه. به خواست خداوند خدا داد جور میشه بخیر. حالا بیا یکان چیز بخوریم. انشالله. دویگو؟ احمد؟ میخواستم بگویم مرا واقعا متعجب ساختی، اما گفتن نمیتونم چون در جایی که مقابل شدیم شفاخانه است. شفا باشه. کدام وضعیت بحرانی خونیست نی؟ احمد دوست دوره پنتونم است. وقت ما در فاکولته فارماسی بودم یام تپ میخواند. اما چی روزای خوب بود اما تانیست؟ یادت آمد؟ صبر کو سعی ببینمت. والله هیچ تغییر نکدی. حالم بسیار مام سلیمان هستم بیادر. خب امیدوار هستم که عروسی نکده باشیم. نه اما عروسی ما نزدیک است. یک بار مریض ما خوب شوه باز تو هم به عروسی خواد آمدی. مادر خدا داد بیادر خوب خواهد شد. چی میشه خوب شوه؟ خوب میشه جان مادر، خوب میشه، تو تشویش نکن. و آدمای بدی را که پدرم دستگیر کردن همونا فایر کردن اینجا میاین چی تو مادر؟ جان مادر هیچ کس به ما ضرر رسانده نمیتونه، درست است؟ تو هیچ نترس. از کجا مالم؟ مادر از کجا مالم؟ آینه که نمیبینین؟ تو چطور حالت بچه تا نمیبینی دخترم؟ مادر نکی اینجا میاین پدرم هم نیست که از ما محافظت میکنه. جان مادر هیچ کس اینجا نمیاد، تو نترس. ببین مادر کلانت هم همراه ماست. دزم کسی که سر کاکا خدا دادت فیر کده او رام پدرت دستگیر کرد. دستگیر کرده؟ بله از این خاطر حالا دیگه نباید بترسی، برو دست روی تباشوی ما پیشت میایم. حالا دیگه آی مادر پدرش کی دستگیرشان کده؟ نه خدا فریب بتی و نه ای طفل بیچاره را فریب بتی. این وضعیت ما را بیبی دخترم، این بلاها را بیبی که سر ما آمده. محفل خوش ما به قتل عام تبدیل شد. ما دیگه چی توقع داشته میتونیم؟ اونجا که علیز کجا آرامی بوده میتونه دخترم. مادر جان ازت خواهش میکنم چاپ باش لطفاً. آی نمیبینی طفل میترسنی که قصدن توی کار میکنی؟ ما چی میکنم مظلم؟ چی میکنم؟ به خاطر دور شدن از علی منتظر چی هستی دخترم؟ من چی میکنم ها؟ مظلم علی جان خوب شده، بیا که پس خانه بریم دخترم. دیگه تا چی وقت دیگه خانه می باشی؟ تا وقتی که این بچه تام زیر خاک شود دخترم ها بیبی؟ حتی گپایچان بر آدم درد میته. امکان داشت که عمر میده جان علی جان بخوره، یا امکان داشت که علی جانم مثل سلیمان شود. چرا نمیفهمی؟ مادر لطفاً ای گپ نگو. اگه علی جانه چیزی شود باز ما زندگی کردن. اما یک روز خواهد شد. اگه در اینجا به زندگی کردن ادامه بدی خواهد شد دخترم. مادر قسم نگو لطفاً. ببین در وقت سلیمانم همی کارم میکردی. خواهش میکنم مادر نگو. باز گپ بچه مده بین آردم مرا از علی دور نساز. آی انوزم به محلی علی میگه. نه ازلم از ما همه قبول. بس از دیگه دختر ما علی جانه در خطر انداخته نمیتونم. من نواسه ما گرفته از اینجا میرم. دلت که تو میری یا نمیری دختر؟ نه مادر علی جان همراه شما نمیره، هیچ جایی نمیره، فهمیدین؟ مادر خدا داد اینجا با مرگ دست پنجه نرم میکنه. شما چی میگین؟ تا که عملیاتش خلاص نشه از اینجا ای جایی نمیرم. با پدر ما می قسم بگوین. حتما ترسیدن.
تو حال باید خانیت بری دویگاه. اوش کنی پیلوت اوش کنی تو مالش رو نکو دیگه. دا اینجا کلاگیره ایلا کده چی قسم برم؟ خانم نرس خداداد چطور است؟ این کدام عملیات آسان نیست. زیاد طول میکشه. یعنی نجات پیدا میکنه نی؟ هرچی از دست ما بیای انجام میدیم. ما ای قسم چطور منتظر بوده میتونی مرد قذر ترق خود شدیم. ای وقت چی قسم تیر خود شد؟ با دعا کردن. کل ما به خاطر نجات خداداد دعا میکنیم. سالگیری تبریک باشه ایسکی. هر وقتی ایره ببینی با یاد من مفتی. نگو که به من چقدر با ارزش بودی خدا داد. اگر تو را چیزی شوم من چی کنم؟ آی بس هست دیگه. این عملیات خلاص شد و خبرهای خوش بتن بر ما دیگه. انشالله. به خاطر گرفتن انتقام پدرت به تو ما علی هروغلو را روان کردم، اما بسیار میبخشی ودت بیادر. مثل ای شدم که در موضوع شخصیتان دخالت کرده باشم، مگر مام از روی ناچاری ای کار کردیم. آقا کرد به خاطر که علی جانش چیز نشه تو را بسیار به آسانی از میدانش کشید. یعنی آقا کرد بود؟ البته که آقا کرد. وقتی تو کار علی را خلاص نکدی مام گفتم کار خود ما را خوب میشه که خود ما حل کنیم، گرچه او را حل کرده نتانستیم. اما حالا که دوباره پس آمدی ودت و میخوای انتقامت بگیری، من پیش رویت نمیم. ضرور نیست که تشویش کنی. چی شده ودت بیادر؟ نه که از گرفتن انتقام پدرت منصرف شدی چطور؟ راستش من تو را قسم فکر نمیکردم. به خاطر که علی بیادر اصلی پیلوت از دو دله شدی به نظرم. علی هروغلو اگر بیادر پیلوتم باشه ودت بازم فراموش نکن که قاتل پدرت است. مطمئن هستم که خون پدرت به حساب نمیمانی. آل وقتش است که نشان بیتی بچه اصلی ارنیکوی خدا بیامرز استی. پیلوت هرچی نباشه بچه خانده او است. تو بچه مستی، کسی که قصد جان بچه مکنه ما جانش میگیرم. البته پیلوت ای کار نمیتونه. اگر بخوایم بازم ای کار نمیتونه، به خاطر که او بیادر اصلیش از ودت. یعنی گرفتن انتقام پدرت به تو مانده. ای کار خلاص کو. دکتر صاحب وضعیت خداداد چطور است؟ تانستی نور نجات بدیم؟ عملیات موفقانه سپری شد. موفق شدیم که مرمیره بکشیم. خدا را شکر. نجات پیدا کن. خدایا هزار بار شکر. خدا را شکر. لطفاً زیاد خوش نشین.
خطر هنوز رفت نشد آقا. چطور یعنی؟ مگم تو امیال نگفتی که عملیاتش موفقانه تیر شد ها؟ بله من میره کشیدیم، حالا در بخش مراقبت میبریمش. 48 ساعت به شروع داریم به خاطر که مسئله مرگ و زندگی است آقا. موضوع مرگ و زندگی؟ شفا باشه. ملاصب یاشار؟ ملاصب خدا داد چطور است؟ وضعیتش هنوزم خوب نیست، اما بسیار خوب شد که آمدی بیادر. البته خدا داد سر تو بسیار زیاد حق داره بیادر. تنها من ملاصب بلکه کل مردم منطقه به خاطر او دعا میکنن. خداوند کمتان نکنه. خدا داد بچه ما چطور است استاد؟ خوب است خاله نادیه، با دعای شما بهتر خواهد شد انشالله. من خوبی از همیشه دعایش میکنم بچیم. در داخلش جیگر هم است. من تخم جیگردار زیاد خوش دارم، نواسیت هم زیاد خوش داره، برش پخته کنین. نه بچه میره نمیگیرم. چی میشه خاله نادیه؟ به خاطر که زیاد ضرورت ندارم براتان میتم. چی میشه این از پیش من بگیره؟ بگیره بچه من میرم. با وجوده که هیچ کس خبر نداشت میامد احوال من میگرفت بچه. خداوند دستام راضی باشه استاد علی. خداوند رو دوباره به ما میبخشه. سعی و سالم سر پای استاد شده پس پیش ما میه. ایره میفهمیدم که انسان خوبی هستی، اما ایره نمیفهمیدم که یک فرشته هستی. خدا داد مرا ببخش. پیلوتم باشه ودت، بازم فراموش نکن که قاتل پدرت است. بازم فراموش نکن که قاتل پدرت است. آله وقتش است که نشان بیتی بچه اصلی ارنیکوی خدا بیامرز استی. پیلوت هرچی نباشه بچه خوانده او است. ودت بچم تو ده اینجا چی میکنی؟ ها؟ کاکا کاکا یک دانه کاکای خود بیاد بغلم. هوپا آفرین شیر ما. این شیر بچه را میبینی ودت؟ پدرم کجاست؟ نه که پیش خداداد بیادرم رفتم. بله شیرم، پیش خداداد کاکایت رفته. تو ربان درباره خود بگو که چطور هستی. من زیاد ترسیدم، حتی به خاطر خداداد بیادر جگرخون شده. کاکایت هم خوب میشه فهمیدی؟ ها به خاطر سنتی تام خفه نباش. یک بار خداداد کاکایت خوب شوه باز من تو یک محفل برات بگیرم که دانه کلگی واز بانه. شعر کاکاش. خب ببین این بچه جذابم بیادرم است، یعنی کاکای تو هم میشه. هر دوی ما یک جا شده برات یک محفل بسیار خوبی خواد گرفتیم فهمیدی؟ بسیار عالی خواد بود. چطور عدت کاکاش؟ تو هم کاکای من میشی؟ کاکایت است بچه، البته که کاکایت است. بچه‌م دست تا پیش کو ماچش کنه. یک دقیقه پیلوت بالیاز خدا. کاکایشی بیادر زادی چی؟ کاکای من از من خوشش نامد. چطور؟
گفته خوشش نامد، امکان داره خوشش نیایه، البته که خوشش آمد، اما وقتی که یک دفعه برش گفتم یک کمکی برش سخت تمام شد. طرزش کم فرق میکنه، اما بیادر ما بسیار مهربان است. میفهمی؟ پدرم چی وقت میایه؟ کاکا جانو کجاست؟ برات گفتم نه، پیش خداداد کاکایت است، اما کاملا خوب است، تشویش نکن. حالا توی قسم خنک میخوری، خانه برو. ما هم دیگه خانه میرم، باز میبینیم. بخیر بری. خداحافظ. ودت. بیادر خوبم. اکت کردنت سر ما بس نبود که سر یک طفلام اکت میکنی. ای چی قسم کار طفلان است؟ بیخی اشتکاوری. مادر ما آمدم.